سلام به شما همراهان عزیز جامعه جمع. امروز میخوایم در مورد مهاجرت به کشور انگلیس از طریق کار صحبت کنیم. پس اگه میخوایم فرصت کار و زندگی در کشور انگلیس رو از دست ندیم، تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشیم. اول از همه باید بدونیم که هر ساله در کشورهای مهاجرت پذیر به دلیل کمبود نیروی کار فهرست مشاغل مورد نیاز اون کشور از طریق اداره مهاجرت با همکاری اداره کار اعلام میشه که در حال حاضر فهرست مشاغل مورد نیاز کشور انگلیس پرستاری، مامایی، پزشکان عمومی و پزشکان متخصص در تمامی تخصص. یعنی چی؟ یعنی این مشاغل با داشتن شرایط لازم میتونن به کشور انگلیس به همراه خانواده‌شون مهاجرت کنن. حالا چطوری؟ داشتن حداقل مدرک لیسانس به همراه 3 سال سابقه کار مرتبط که دوره طرح مشاغل کادر درمان در کشور مبدأ جزو سابقه کاریشون محسوب میشه. و اما در مورد سطح زبان واضحه که شما برای کار در کشور انگلیس باید مدرک IELTS یا OET داشته باشید که برای پزشکان مدرک IELTS اوورال 7.5 که رایتینگ 6.5 هم قابل قبوله و برای پرستاران و ماماها مدرک IELTS آکادمیک اوورال 7 که رایتینگ 6.5 قابل قبول. البته همونطور که گفتیم مدرک OET هم قابل قبوله که چون زبان تخصصی کادر درمانه گرفتنش آسان‌تر از مدرک IELTS. خبر خوب اینه که ویزای کار انگلیس مزایای خیلی زیادی داره که یکی از بهترین مزیتاش دریافت اقامت دائم این کشوره. اگه فرد متقاضی و افراد خانواده‌اش به مدت 5 سال متوالی حقوق و بیمه و مالیات خودشون رو پرداخت کنن، بعد از 5 سال میتونن برای دریافت اقامت دائمیشون اقدام کنن. علاوه بر این افراد میتونن بعد از دریافت اقامت دائم انگلیس 1 سال بعدش برای دریافت تابعیت پاسپورت انگلیسیشون اقدام کنن. از مزایای دیگه کار در کشور انگلیس میشه به درآمد بالا، همراهی خانواده، برخورداری از حقوق شهروندی و تحصیل رایگان برای فرزندان زیر 18 سال و در بعضی مواقع اسکان رایگان اشاره. و اما میانگین حقوق مشاغل ویزای کار در انگلیس چقدره؟ هر از ما پرسیده میشه که میانگین حقوق کادر درمان در کشور انگلیس چقدره؟ به طور کل درآمد پزشکان عمومی 3500 تا 3600 پوند در ماهه و درآمد پزشکان متخصص 3600 تا 3800 پونده که بعد از دوره رزیدنتی 3000 الی 4000 پوند افزایش حقوق داره. و درآمد پرستاران و ماماها حدوداً 2800 تا 3200 پوند در ماه. البته این نکته رو مد نظرتون داشته باشین که درآمدها با توجه به میزان تحصیلات و رزومه کاری متغیره. امیدوارم این توضیحات براتون مفید بوده باشه. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویزای کار انگلیس با کارشناسان ما در ارتباط باشید. مؤسسه جامعه جمع با مجوز رسمی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی